چیزی که من میخوام دیگر کسا بینن و آنها درس شود عبرت شود که به این کار دست نزنند. قریب یک ماه صحبت گذراندیم. او گفت جایی که آرامانه زندگی کردن میتونی که با میتونی که اگر نفورد با میتونی که عبرت برای خودشون یادگار میکنم، لیکن اینجا مجبوری نیست. یعنی خیلی آدمی که ما رو همونجا برده بود او در اونجا غیب شده، ما رو با دست آنها سپرد، خودش غیب شده. بعد 2 ماه گفتن شما باید برای جنگ کنین. گفتم من گفتم ما اینجا برای جنگ نآمدیم. من گفتم زن و کودک دارم. وقتی که کارهای مناسبتی آنها را دیدم من در آنجا براندنی شدم، رفتنی شدم. کارهایی که باید کرده استم این در چه هم در چی انسانی طور نمیگن، هم این باید خودشون مسلمان میگن، خودشون چی میگن، در چی اسلام طور نمیگن. کار وحشیناک ده.